سلام، شبتون بخیر. میزمار امشب آقای رسول خادمی، من خیلی خوشحالم که ایشون رو از نزدیک میبینم. برای اولین بار خیلی در نوجوانی علاقمند ایشون بودم و آخرین کشته ایشون هم خیلی دقیق یادمه که خداحافظی کردن، برگشتن، روی وزن بالاتر کشتی گرفتن، وزنشون کم بود واسه اون وزن ولی نایب قهرمان شدن یادمه و خیلی خوشحالم که شما قهرمان ماندید آقای خادم. من کوتاه یه مقدار راجع به در واقع در سروده شدن و ساخته شدن قطعه ایرانی میگم. یه نکته رو بگم پیرو صحبت‌های مانی جعفرزاده که انقدر فصیح و بلیغ صحبت کرد، خورده من اعتماد به نفسم به هم ریخت. اون روایتی که آقای گل گلاب میبینه میزنن تو گوش یکی متفقین و در واقع مهاجمین و روسی بوده انگلیسی بوده، اینا غلطه. یعنی در واقع این روایت افسانه است و بر اساس یادداشتی که شخص خود آقای خالقی اردیبهشت ماه سال 1326 توی یک مجله عجیبی به اسم اینجا تهران است که چند شماره هم بیشتر در نیامده، خودشون نوشتن که تابستون سال 1323 که خب هنوز درگیر اون اتفاقات شهریور 1320 بودیم و به بهونه در واقع حضور آلمانی‌ها تو ایران روس‌ها و انگلیس‌ها اومده بودن، اون داستانای خیلی غم انگیزی که هممون میدونیم. یک روز یکی از دوستان ایشون میاد خونه‌ش و بهش میگه که ای کاش ما، خواهش میکنم، ای کاش که یک قطعه‌ای بسازید راجع به میهن، راجع به وطن. حالا هنوز اون موقع نمیگفتن تصنیف ملی میهنی، و یک قطعاتی ساخته بشه که در واقع اینا بدونن که ما وطنمون رو دوست داریم و خیلی تأثیر میذارن روی آقای خالقی. آقای خالقی آهنگسازی میکنه قطعه رو و در واقع سروده شدن شعر چند ماه بعده، یعنی اول قطعه ساخته شده و بعد آقای خالقی میره پیش استاد گل گلاب که خب ایشون هم واقعا از مفاخر ایران هستن، در واقع استاد چند وجهی، از بنیانگذاران فرهنگستان ادب و یک تعداد زیادی از کلمات فارسی که ما امروز به کار میبریم برای چیزهای علمی به خصوص در حوزه گیاهشناسی، کلماتیه که ایشون فارسی کرده در دهه 20 و 30. بعد که این قطعه ساخته میشه، اولین بار باز به گفته خود ایشون، اگر بخوام دقیق بگم 27 مهر سال 1323 توی سومین کنسرتی که انجمن موسیقی ملی اجرا میکنه اجرا میشه و داستانم این هست که این قطعه رو من یه جای خوندم که ارکستر هنرجویان هنرستان موسیقی اجرا میکنه، یک جای خوندم که گروه کور دختران کلوپ موزیکال کلونل وزیری، حالا نمیدونم دقیقاً کدومه، ولی اجرای اولش این بوده. تو اون اجرا آقای عیسی صدیق، دکتر صدیق وزیر فرهنگ وقت حضور داشتن و بسیار خوششون میاد و دستور میدن که در واقع این قطعه هر روز در رادیو اجرا بشه و این گروه مدت‌ها این رو اجرا می‌کردن تا اینکه اولین بار در واقع آقای یحیی معتمد وزیری که در واقع کارمند وزارت امور خارجه بودن و سفیر کشورهای مختلف بودن این رو میخونن. خیلی کم ترانه خوندن و تصنیف خوندن آقای معتمد وزیری به خاطر جایگاه سیاسیشون، ولی اگر که در واقع بخوام آدرس دقیق تر بدم، ایشون با اسم مستعار نوذر توی گلها تعدادی برنامه اجرا کردن و من واقعا خیلی هم دوست ندارم تاریخ بگم، ولی باز اینم اشاره کنم که آقای خالقی 1285 خورشیدی به دنیا میاد، 1344 فوت میکنه. بعد اگر بخوام آمار بگم از کاری که ایشون کرده،
ایشون در واقع 63 قطعه یا تصنیف یا سرود یا ترانه، یه خورده سخت این چیزا رو گفتن ولی حالا من ترجیح میدم بگم ترانه ساخته که حالا اون فرم سرود رو در واقع میگن 14 تاش اون فرم سرود رو داشته. از این تعداد قطعه که ساخته 25 تاشو غلام حسین بنان فقید خونده، 67 تا کار تنظیم کرده، 283 تا مقاله نوشته. خیلی آمار درخشانیه برای یک موزیسین که از این تعداد توی کتابی که دخترشون تالیف کرده حدود 30 خورده ایش هست. تعداد زیادی نامه نوشته، سفرها که خارج میرفته نامه بسیار اهل نوشتن بوده و 288 تا هم برنامه رادیویی تولید کرده. نه اینکه اون 38 تایی که برای گل‌های رنگارنگ کار کرده اون یعنی داخل این مجموعه هست، ولی کلا 283 تا برنامه تولید کرده. خیلی هم استاد خالقی هم استاد صبا خیلی نگرانی فرهنگی داشتن و مداخله می‌کردن در برنامه‌های رادیویی که برنامه‌های با کیفیت تولید بشه و این 288 برنامه رادیویی واقعاً شگفت انگیزه. از جمله برنامه‌هایی هم که ساختن ساز و سخن بوده و یادی از هنرمندان و خب 79 تا هم کنسرت برگزار کردن. به هیچ وجه چیز ساده و راحت و دم دستی نبوده مثل الان، البته حالا منهای مجوز، ولی اون موقع کار سختی بوده و اینکه یک آرتیستی این تعداد کنسرت برگزار کرده که خب اغلبش هم خودش در واقع خیلی آدم در سایه‌ای بوده و روایتی هست از خودشون که روال زندگیشون این بوده که 4:30 صبح بیدار می‌شدن و 10 شب می‌خوابیدن. من فکر کنم تو نسل بعد از استاد خالقی استاد پایور این گونه بودن، چون از استاد پایور هم چند هزار صفحه مطلب مونده و چند هزار صفحه در واقع پارتیتور مونده. خیلی عجیبه. اما من اینا رو گفتم حالا چند در واقع این رو هم بگم که چند سال بعد، یعنی سرود ایران در واقع 1327 آقای معتمد وزیر میخونن و چند سال بعد آقای بنان میخونن که حالا من خیلی دقیق تاریخ دقیق یه جایی نوشته شد 31 32 پیرو صحبتی که مانی جان کرد. ما متاسفانه حتی اطلاعات دقیقی از سالهای اخیر نداریم و بعد در واقع فارغ از این که به روایت خود آقای خالقی از رادیو پخش می شده، ولی خب یک روایت هم هست که استاد بنان باعث میشه که ای ایران به این اندازه به قول معروف هیت بشه. اما من دوست داشتم راجع به خود آقای خالقی حرف بزنم از دو منظر. آقای خالقی یک هنرمندیه که از یک طرف وامدار اون یک بخش جذابی از عرفان ایرانیه و از یک طرف اون هنرمند فرهیخته قرن 20میه به نظر من. یعنی ما در قرن 20 موزیسین عالی مرتبه انگار ناگزیر بود که روشنفکر و فرهیخته هم باشه و نمونه‌های خارجی اگر که بخوام از منظر زیبایی شناسی مثال بزنم دیگه، مثلا جان کیج هست که خودش ضمیمه آثارشه، یعنی میاد از راجع به کار خودش صحبت میکنه، در واقع توضیح آثار خودشه. و از منظر دیگری ما توی عرفان خودمون، حالا فارغ از انتقادهایی که روشنفکرها توی 100 سال اخیر به وجوهی از عرفان ایرانی وارد کردن که وارد فرهنگ و سیاست و نوع سیاست گذاری ایران شده که همه اینها هم همش نه ولی تا حدود زیادی درسته، من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی یک نکته در مورد ما ایرانی ها وجود داره. ما ادبیات در واقع اون در واقع بخوام هگلی بگم اون چیز ماست، ادبیات چیز ماست و توی تاریخ ما با ادبیات بزرگ شدیم و بزرگ هستیم تو تاریخ. یعنی حالا یه عده این روزا خیلی تلاش دارن که صحبت از دوره‌های تاریخی و پادشاهان و دوره‌ها بکنن، ولی بزرگان ما ادیبان ما بودن و ادبیات اون چیزیه که برای ما یعنی ایران رو ساخته و عرفان در هم تنیده با این ادبیات بوده.
و ما در عرفان، ته عرفان خیلی جاها صحبت از این شده که یعنی تقریبا تمام عارف‌ها صحبت از این کردن که غایت عرفان در واقع خدمت به خلقه. سعدی گفته، ابو سعید ابوالخیر گفته، خواجه عبدالله انصاری گفته، همشون گفتن اینو. اصلا مشخصا که سعدی همین جمله رو داره توی یکی از شعرهاش. و اون چیزی که ایران رو داشته حرکت میداده در 100 سال اخیر، یه بخشش این بوده، یعنی چه کنونل وزیری، چه خود خالقی، چه نسل‌های بعدتر، چه داوود پیرنیا که سیاست و قدرت رو ول میکنه میاد برنامه گلها را میندازه، اینها همگی علایق عرفانی داشتن. و روح‌الله خالقی، من فکر میکنم در واقع، من در مورد آقای خالقی نمیدونم و در مورد آقای پیرنیا خیلی مطمئنم که اصلا شکل‌گیری اون حلقه اصلی برنامه گلها توی یک خانقاهی در لواسون بوده. آقای خالقی این خدمت به خلقش انقدر بچه گنده‌ایه تو زندگیش، یعنی شما اون کتاب سرگذشت موسیقی که نوشته هنوز تقریبا مهمترین مرجع راجع به اون 100-200 سال اخیر و راجع به دوران معاصر خودشه و این تعداد مقاله، این تعداد در واقع کار کردن در رادیو و هنرستان رو یک جورهای باعث و بانی راه افتادن هنرستانه. و باز یک ماجرای دیگه هم که بوده، اون مناقشه‌ای که حالا موسیقی ایرانی در هنرستان تدریس بشه یا موسیقی غربی که بین آقای مینباشیان و آقای وزیری بوده، بعد ادامه پیدا میکنه بین آقای پرویز محمود و آقای وزیری و بعد آقای خالقی که خیلی شاگرد ممتازی بوده و کنار آقای وزیری، از نگرانی اینکه مبادا حالا مثلا اون طرف قدرت پیدا کنه، در صورتی که هر دو قلبشون برای ایران میتپیده، هر دو طرف. یعنی شما آقای محمود فکر کنم از اولین آهنگسازایی هستن که مایه‌هایی از موسیقی ایران رو تو فرم‌های بین‌المللی استفاده میکنن برای آهنگسازی. یعنی کاری به این ندارم که این مناقشه رو من اصلا چیز بدی نمیدونم، به نظرم خیلی چیز جذابیه تو تاریخ ایران. ولی آقای خالقی از روز ضرورتی که برای نجات موسیقی میدونه، میاد انجمن موسیقی ملی رو تأسیس میکنه و بعد اون انجمن در بخش خصوصی شکل میگیره. حالا کاری ندارم که آقای مینباشیان هم خودش در بخش خصوصی اولین ارکستر رو راه میندازه که بهش میگفتن ارکستر بلدیه، که زیربنایی میشه که بعدها میشه ارکستر سمفونیک تهران. و وقتی شما این به فکر دیگری بودن، به فکر خلق بودن رو توی این آدم ها میبینین، که به فکر خلق بودنی که اتفاقا اصلا امر سیاسی نیست، امر کاملا زیبایی شناسانه است. من در تکاپو هستم که سمت زیبایی شناسی وایسم و به جامعه‌ام محصول هنری خوب ارائه کنم و جامعه‌ام رو به لحاظ فرهنگی ارتقا بدم. یه مقداری تو این چند سال اخیر خیلی این مسئله تو 2-3 سال اخیر پیچیده شده. من چند روز پیش با یک استاد برجسته‌ای صحبت می‌کردم و ازش می‌خواستم دعوت کنم به یک گفتگویی. به من گفتش که من اگر بیام فقط دیگه راجع به اینکه ما باید تو این وضعیت چیکار کنیم حرف میزنم و من علاقه‌ای ندارم دیگه راجع به موسیقی صحبت کنم. که من به ایشون گفتم که فکر می‌کنم که شما هیچ وقت نمیتونید حقیقت رو از زیبایی شناسی جدا کنید و اتفاقا الان وقتشه که شما بیاین راجع به تخصصتون که آموزش هست صحبت کنید و ضرورت بیشتری داره الان. و هر روی حرفامو جمع‌بندی میکنم که آقای خالقی با این حجم از کار مصداق بارز خدمت به خلق بودن و مصداق بارز هنرمند روشنفکر و فرهیخته بودن که به دیگری فکر میکردم. توی سالهای اخیر هی دوستان روانشناس دارن به ما میگن، حتی تراپیست خود من، شما باید به خودت فکر کنی، خودتو نجات بده، مملکت اینطوریه، تقصیر توه. و این فکر میکنم کاملا یک چیز غلطیه. شما وقتی سعی کنین که به دیگری هم فکر کنید و متخصص و متبحر باشین توی حوزه خودتون، میشین روح‌الله خالقی که یک عمر واقعاً کار هنری و فارغ از کیفیت در
دل زیبایی شناسی داشت کار میکرد که اون زیبایی شناسی یک در هم تنیدگی با فرهنگ و همونطور که مانی عزیز گفت با مردم داشت که تمام کاراش حالا ضعیف و قوی بودنش یک طرف خیلی شیرینه و به دل مردم نشسته. خیلی ممنونم.